بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابوالفضل العباس. سلام خانم ها، آقایان محترم، هم نفسای یاد خدا الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. این جای تصویر شما از سلام علیک یا ساقیه عطاشای کربلا رو هم میبینین. علتش این هستش که ما در یک حرم نورانی هستیم که امامزاده‌ای که اینجا هستن با 3 واسطه فرزند باب‌الحوائج حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هستن در شهر مقدس قم. امامزاده شاه سید علی خیلی خیلی مکان نورانی و معنوی هستش. دعوت میکنم حتما انشالله قم اومدین بعد از زیارت حضرت کریمه اینجا مشرف بشین و از برکاتش بهره مند بشین. خیلی خیلی حاجت میدن و به تعبیر از آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله علیه ایشان ابوالفضل قمیه ها هستند با همه مختصاتی که وجود نازنین حضرت ابوالفضل داره. ایشان میفرمایند ابوالفضل قمیه ها حالا اینجا هستن. ان شاء الله نصیب و قسمتتون بشه. بریم یه بخش رو ببینیم، بیایم شروع کنیم گفتمون با آقای هدایت عزیز. بسم الله. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع الدين وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. خب اگه اجازه بدید من بدون معطلی سلام و خیر مقدم عرض کنم محضر حاج آقای هدایت عزیزم. آقا سلام علیکم، خوش اومدین، قبول بشه. سلام خدمت شما آقای قوامی عزیز، همه بینندگان عزیز، عزاداریاتون قبول باشه انشاءالله. میدونم که خیلی حال خوبی تو مجالس امام حسین داریم. برای همدیگه خیلی دعا بکنیم، واقعا به فکر همدیگه باشیم. اگر تونستیم مثلا داریم این مجلس امام حسین، مثلا دوستی آشنا اینا با هم تماسی بگیریم، با هم برید. حلم المعین و اطیل معه البکا اول اویل. یه دوستی هست با هم بریم برای امام گریه بکنیم، این خیلی اثرش بیشتره. آره خیلی خوب، توصیه خیلی خوب و لطیفی بود. خدا خیرتون. سلامت باشه. خب من اگه خاطر شریفتون باشه تو برنامه قبلی که خدمت آقای هدایت بودیم یه سوالی پرسیدم، اینکه این حال خوش، این حال خوبه که فرمودن حاصل شده برای خیلیامون توی دهه اول، این 1-2 دهه ابتدای ماه محرم، اینو ما چجوری تسری بدیم به کل سال؟ و در پاسخ این سوال یه فرمایشی رو از کامل الزیارات، درسته؟ بله. دارن تبیین میکنن آقای عزیز که اون زمانی که همه در حول و ولان فرمودن عده‌ای هستن که قرار دارن، آرامش دارن، لبخند دارن و اینا، ادامه ماجرا تا تو بهشت میگن آقا بریم بهشت، میگن آقا اونجا امام حسین کجاست، ما اونجا فقط میخوایم باشیم. آقا بسم الله. من جلسه گذشته با قیامت شروع کردم. تو این جلسه میام یه درجه از قیامت میام پایین‌تر، اسمشو میذاریم ظهور. آها. چون خدا رحمت بکنه علامه طباطبایی تو جلد 2 تفسیر المیزان اونجا میفهمد ظهور امام زمان از مراتب قیامته.
یعنی وقتی ما وارد ظهور میشیم یه درجه قیامت رو مشاهده میکنیم. یعنی یه درجه سرائر و اسرار هویدا میشه و اونهایی که خلاصه اهل دنیا بودن ریزش میکنن، نمیتونن فیلم بازی بکنن، به قول معروف نفاق و این چیزا، یوم تبلی السرائر، حقایق رو دیگه کسی نمیتونه پنهان کنه. پرده ها میریزه. توی دوره ظهور امام زمان کیا میتونن همراه حضرت همراهی بکنن؟ ببین ما یه تجربه امام حسین داشتیم، همه عزیزان هم رفتن تو جلسات و کاملا آشنا هستن که خیلیا ادعا داشتن وقتی ظهور امام حسین نزدیک شد ریزش کردن، اینقدر ریزش کردن که امام حسین به جای اینکه تو کوفه ظهور بکنن تو گودی قتلگاه به شهادت رسیدن. درست شد؟ درست. میدونی اگر اینا پاکار امام حسین بودن که از ظهور میکردن دیگه، کجا ظهور میکردن؟ تو کوفه ظهور میکردن. لازم از شهید بشن که. و چه اصراری هم داشتن به ظهور امامشون دیگه. دقیقاً. آقا بیا اینجوری نشونه هم میدادن. همه چی رعیاست و باغا. دقیقاً. بعد چه تضمینی هست که این بلا سر ما نیاد؟ و میدونین علت این که غیبت، یکی از فلسفه‌های غیبت رو اینجوری فرمودن که حضرت اشاره کردن به گردنشون، امام صادق فرمودن به خاطر ترس از قتل. یعنی امام زمان علیه السلام ظهور بکنن امکان رو کشته بشن قبل از اینکه به اون دولت کریمی برسن، لذا اینقدر غیبت میکنن که اون اتفاق نیفته. خب ما چی کار باید بکنیم؟ یعنی حالت چه کسانی همراه حضرت تضمینی باقی میمونن؟ میخوام راجع این موضوع صحبت بکنم. ببین گفتم چه کسانی از اون فزع قیامت در امانند؟ کسانی که الا الباکین للحسین و هم حداث الحسین. همین دقیقاً میخوایم بیاریم برای ظهور حضرت. چه کسانی یاران واقعی امام زمان هستند؟ کسانی که توی مجلس امام حسین علیه السلام اونجا تربیت شدن و اهل مجلس امام حسینن. ببین مجلس امام حسین، خود مجلس مهمه. شاید یکی از عزیزان الان بیاد بگه که آقا من تو خونه میشینم نوار مداحی گوش میدم، یه کتاب خوبم راجع به امام حسین میخونم، کتاب خیلی بهتر از صحبت اون حاج آقاست که اونجا داره صحبت داره میکنه، یه مداحی مشتی گوش میدم بهتر از مداح محلمون، حالش هم بیشتره. میگم نه، مجلس مهمه. ما میخوایم راجع به قواعد مجلس صحبت بکنیم. همه چی تموم نیست اون موقع که تو خونه ای یا جای دیگه، ولی وقتی تو جلسه میای شور هست، شعور هست، همه چیه بسته. اصلا میخوام بگم اون جلسه یه کارگاه رشده، خود جلسه و همه قواعد جلسه که الان با هم بررسی میکنیم. بذارین با یه روایت شروع بکنم. فضیل از یاران بهشتی امام صادقه. حضرت فرمودن هر کسی عشق داره، دوست داره بهشت رو ببینه، به این آقا نگاه بکنه. چرا؟ فضیل اومد کنار امام صادق نشست. ببین من گفتم بهشت، الان میخوام بگم چه خصوصیاتی مگه فضیل داره که بهش میاد، که اهل بهشت شده. اومد کنار امام صادق نشست. حضرت فرمودن که یا فضیل تجلسون و تحدثون، میشینید راجع به ما حرف میزنید. گفتم توی بهشت یه عده حداث الحسینن، یعنی همه محور زندگیشون امام حسینه. حالا امام صادق فرمودن میشینید راجع به ما حرف میزنید، محور کارتون ما هستیم. گرده هاشون، نشستاشون، بشین پاشه هاشون محورش امام حسین. این دقیقاً همین مجالس روضه که الان داره. چون محورش امام حسینه. کسی تو روضه خودشو معرفی نمیکنه، روضه برای کسی نمیگیرن، برای امام حسین میگیرن. گفت نه هم جل تو فداک، بله آقا میشینیم، محور بحثمون هم شما هستین. حضرت فرمودن تلک المجالس احبها، من اینا رو دوست دارم، این مجلس رو من دوست دارم. بعد حضرت فرمودن فاحیوا امرنا، توی این مجالس امر ما اهل بیت رو زنده بکنید. بعد در واقع برای فضیل بعد حضرت دعا کردند که رحم الله امرأ احیا امرنا، خدا رحمت بکنه اون کسی که امر ما رو زنده میکنه. بعد حضرت فرمودن کسی توی این مجالس که امر ما زنده میشه به اندازه یه بال مگس اشک بریزه، خدا همه گناهانش رو میامرزه ولو کانت کزبد البحر، و اگرچه مانند به اندازه کفهای روی دریاها باشد، اینقدر گناهاش زیاد باشه. من عرضم اینجاست چی جوری امر اهل بیت زنده میشه؟
امام رضا علیه السلام یه جایی ازشون سوال کردن کیف یحیی امرکم، امر شما چگونه زنده میشه؟ ما رو یاد بگیره به دیگران احسن یاد یتعلم علومنا و یعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. بره علم ما رو یاد بگیره که اینم تو مجالس امام حسین حاصل میشه و به دیگران یاد بده. اما یه درجه دیگری داره امر، اینم تو روایات زیاد بیان شده. گفتن امر منظور ولایت ما اهل بیته. من میخوام به اون ظهور برسم. گفتن امر ولایت ما اهل بیته. معنای ولایت چیه؟ یعنی احیو امرنا، یعنی ولایت ما رو زنده بکنید. معنای ولایت چیه؟ من میخوام ترجمه بکنم. بهترین ترجمه رهبر عزیز انقلاب در کتاب طرح کلی که ایشون میگن ولایت 4 تا معنای فارسی داره که این 4 تا با هم میشه ولایت. یک، وابستگی، دلبستگی، پیوستگی، همبستگی. این اتصال. ببین برای اینکه خوب بینندگان درک بکنم، من چند بار این مثال زدم، یه بار دیگه. این نگین انگشتر من اگر این رکاب نباشه نگین رو زمین میفته. دقیقاً. سر جاش نیست. درست. جای نگین روی رکابه. درست. رکاب تشکیل بشه نگین سر جای خودشه. درست. ببین نگین آفرینش الان هست اما سر جای خودش نیست. بهم میگن غیبت. رکابش تشکیل بشه سر جای خودش قرار میگیره. این رکاب میشه ولایت. ولایت بین من و تو، ولایت بین من و همه بینندگان عزیزم، ولایت ما تو جبهه مقاومت. یعنی چی ولایت بین من و تو، ولایت ما همه؟ یعنی چیه؟ یعنی وابستگی، دلبستگی، پیوستگی، همبستگی. یعنی من و شما با هم دلبسته بشیم، وابسته بشیم. من فراق تو رو نمیتونم تحمل بکنم. ببین ما از مرحله عشق امام حسین هنوز خیلی اینطوری. ببین بذار من اینو کار بکنیم با هم دیگه. ما از مرحله عشق امام حسین گذشتیم یعنی چی؟ یعنی ببین ما مردم کوفه دیگه نیستیم که با امام رابطمون رو قطع بکنیم. ما قطعا تضمینی رابطمون رو با امام داریم. اینو از کجا دارم میگم؟ امروز ما یه رهبری داریم که این رهبر نایب عام امام زمان. مردم ما این امتحان رو پس دادن که چجوری با رهبرشون چه ارتباطی دارن. وقتی امام بیاد امری بکنه مردم جان میدن. همه مردم اینجوری هستن. خب چرا الان امام زمان ظهور نکرده؟ لولا حضور الحاضر. امیرالمؤمنین فرمودن اگر مردم حاضر باشن و قیام الحجت به وجود ناصر، این قیام حجت به وجود ناصر باعث شد من بیام. امیرالمؤمنین خب در رأس امر نبودن دیگه، اومدن حق ایشون رو غصب کردن. بله. چه چیزی حضرت رو برگردوند؟ حضور مردم. من چون سوال می‌پرسم مگه الان مردم حاضر نیستن؟ مردم که جان میدن برای امام زمان. چرا امام زمان هنوز ظهور نکردن؟ چرا؟ رابطه مردم با امام برقراره. رابطه همونایی که با امام برقراره با خودشون برقرار نیست. با امام سیما وصله، با هم سیما وصل نیست. آره همین الان من گفتم اینجوری نیستیم، همین احساس دارم واقعا. آفرین. اونجوری نیست. ببین من عاشق امام حسین هر کسی سر جاش با امام حسین رابطش خیلی خوبه. آفرین. ولی حالا میگیم با هم دیگه. آفرین. ببین من عاشق امام حسینم، تو عاشق امام حسینی، دوتا برای امام حسین میمیریم ولی برای همدیگه نمیمیریم. من حاضرم برای امام حسین خرج بکنم اما فرداش برای تو حاضر نیستم خرج بکنم. این تو نامه امام به شیخ مفیدم هستا. همینو می‌خواستم بگم. ولو عربیشو بگم، هم جمله‌شو عربیشو. ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. بذارین راجع به این یه ذره فکر کنیم. راجع همین که فرمودین بریم برگردیم ترجمهش کنین، تبیینش کنین، جا بندازیم برامون. ببخشید بزرگوار اذیت شد. نه اختزاعات نه بزرگوار. چند دقیقه میگن بریم برگردیم. نه صاحب بفرمایید. فرمایشات آقای هدایت عزیز من یاد نامه آقای امام زمان ارواحنا الله الفدا به شیخ مفید رضوان الله علیه انداخت که متن عربیش رو بخشی از نامه البته فرمودن ترجمه و تبیینش رو بگن استفاده کنن. ببین امام زمان علیه السلام به اون یار عزیزشون الاخ الصدید الولی الرشید الشیخ المفید
بعد حضرت فرمودن که به شیعیان من بگو اگر شیعیان من قلباشون به هم متصل بود در وفای به عهدی که با من دارن، ما چه عهدی با امام زمان داریم؟ اینکه حضرت یاری بکنیم. اگر قلباشون تو یاری من به هم متصل بود به ظهور میرسیدن. لما تأخر عنهم الیوم بلقائنا و لتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. یعنی میدیدن ما رو. ببین شما این قالی رو دیدین؟ یه دار قالی هستش. من تو کرمان بودم برای مردم مثال زدم، خیلی مردم گرفتن من چی میگم. گفتم ببین این دار قالی وقتی میخری یه سری تار خودش داره. بله آره. یعنی ارتباط بالا با پایین دار قالی به هم متصله. ذات دار قالی اینجوری این تار رو داره. آره. بعد این خانم هنرمند، اون آقای هنرمند میاد این تارها رو به هم وصل میکنه. از توش چی در میاد؟ نقش. یه قالیش زیبا، آفرین، نقش زیبا در میاد. ببین ما اصلا از ابتدای تولدمون اتصالمون به خدا فطرتاً برقراره. تاره هست. آفرین. تاره یعنی اون اتصاله میشون ولایت. ولایت ما با خدا برقراره. یه مقداری آشنایی با اهل بیت پیدا میکنیم، باز فطرتمون فطرت عشق به اهل بیته. اون هست، تقویتش هم میکنیم. 1400 سال غیبت و مفاهیم اهل بیت هم باعث شده اون حسابی محکم شده. الان دست بذاری به تار ما فولادیه. من یه مثالی میزنم، میگم حسن ابن سهل خراسانی اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا 20,000 نفر آماده جان دادن در راه شما هستش، آقا شما قیام بکن دیگه. امام صادق علیه السلام اونجا شما صحبت میکردن فرمودن ادخل تنور، برو تنور بش. این فکر کرد امام صادق میخواد تنبیهش بکنه که دیگه اصلا نیاد حرفی بزنه. گفت عقلنی عقالک الله، آقا بگذر آقا اصلا من اشتباه کردم، اصلا من حرف نمیزنم، ولش کن. این متوجه نشد که حضرت میخوام بگن تو چقدر این تارت به من محکمه، حاضری با امر من بری تو تنور؟ بعد این ابو هارون مکفوف اومد، میگن کفشش هم دستش گرفته بود، اومد پیش حضرت بشینه. حضرت میگه اینجا بشینی، برو تنور بشین. بعد حضرت فرمودن اسجر تنور، به غلامشون فرمودن تنور همیشه آتیشو زیاد بکن. اونم فجل اصلا متربعن رفت نشست چارزانو وسط آتیش. بعد امام صادق شروع کردن گفتن حالا سوال تو بپرس. اینا با خیال راحت آمنون در اوج امنیت نشست وسط آتیش سوالاشو پرسید. بعد امام صادق همونجوری داشتن صحبت می‌کردن گفتن که چند تا از اینا داری؟ گفت لا واحدون والله، آقا یه دونه ندارم. بعد حضرت هم اشاره کردن فرمودن به تعداد گوسفندای دم در اگه آدم اینجوری داشتی بیا ما قیام می‌کنیم. چند تا بودن؟ 17 تا. میشه که نقل من یادم 17 تا. خب میخوام اینو بگم آقای قوامی عزیز، الان دوره غیبت امام زمانه. مردم ما نه امام صادق دیدن نه امام زمان دیدن. حجب عنهم حجتهم ولم یلحقوا به نبی، به پیغمبری که نرسیدن، به امامی رو که ندیدن. نایب عام امام زمان امری بکنه، شهدای مدافع حرم چیکار کردن؟ از جونشون گذاشت. تازه امر مستقیم آقا هم نبودا، ولی میدونستن رضایت آقا تو اینه که داعشیا تو مقرشون کشته بشن، اب بین برن، ریششون انشالله کنده بشه، خیلی بالاتر از اینه که بیان تو شهر ما، تو کشور ما به ما تعرض بکنن و اونجا باشون جنگ بکنیم. اینا رضایت قلبی نایب عام امام زمان رو میدونستن، از تنور بالاتر رفتن. من اینو میخوام تاکید بکنم چون میدونید به این عزیزان فیلم داعشیا نشون میدادن. اون کاری که داعشیا میکردن از تنور سخت‌تر بود. آره. من نمیخوام بیان بکنم اینجا. اینا میدیدند و میرفتن. مثلا اون آرامش چهره شهید حجاجی، آفرین. اون مکفوفی که گفتین تو تنور راحت نشه، آفرین. این اونجا اصلا دشنه بالا سرش راحت با طمأنینه میدونه میخواد معذرت میخوام دست و پاشو میخوام قطع بکنم. اون چیزی که از شهید حجاجی عزیز به ما رسید یه تیکه از اعضای بدنش بود، فداشون بشن، روحشون شاد، واقعا روحشون شاد و واقعا خانواده عزیزشون رو خدا صبر بهشون بده. من میخوام اینو عرض بکنم، این بچه‌های عزیز ما، این گل‌های ما، اون شهید سیاه کل که خانمش گریه میکنه میگه
امکان داره قلبم بلرزه اما ایمانم، اعتقادم، اون حرکتم نمیلرزه. این ایمانهای راسخ به نظر شما اتصال طولیشون با امام برقرار نبوده؟ برای چی میرفتن؟ قبر بیبی جانمون حضرت زینب احتمال خطر داشت، اینقدر جان براش دادن. اینا اتصال طولیشون خیلی برقراره. من میگم کذبر الحدید، واقعا قلبای آهنی دارن اینا. چرا حضرت هم ظهور نکردن با این همه یار خوب؟ من میخوام این عرض بکنم، ما از مرحله اون تارها گذشتیم، اتصال طولی به امام. ما از مرحله زیارت جامع کبیره که قلبی لکم سلم، رأیی لکم تبه، نصرتی لکم معده گذشتیم. ما الان امام زمان خیلی یار داره که همه جان و مال و زیبایی و جوانیش رو فدای حضرت بکنه، نظرش نظر حضرت باشه. حالا یاد یه شوخی هم افتادم که بعضی توی برگه رأیشون می‌نوشتن نظر ما امام زمان، هر چی آقا بگه. اون رأی باطل بود، ولی واقعا یه واقعیتیه. یعنی واقعا اون محور زندگیش امام زمانه، این فضا. اما عرض من اینجاست، چی میشه حضرت با این وجود نیومدن؟ من میگم ما تو مرحله زیارت عاشورا گیر کردیم، گیرپاجمون اینجاست. چیه؟ یا ابا عبدالله سلم لمن سالم کن. همون جوری که من نظرم با نظر توه، همون جوری که قلبم با توه، همون جوری که همه نصرتم با توه، حالا میخوام با مؤمن اینجوری باشم. خانومش میگه که آقا یه درخواست دارم، میگه جانم فدای تو بشه. همسایه‌اش چیزی ازش میخواد، میگه جانم فدای تو بشه. از اینجا آروم آروم مرحله ظهور میخواد محقق بشه. برگردم سوال اول حرفم، چه کسانی پای امام زمان آمنون محکم وایسادن تو زمانی که همه ترس دارن، وای ما به حضرت میرسیم نمیرسیم، اصلا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ ظهور خیلی عجیبه. میگن نگه داشتن ایمان مثل نگه داشتن آتش تو دسته، هر لحظه امکان داره بیفتیم، مثل قیامته. چه کسی ایمانش حفظ میشه؟ اون کسی که غیر از ارتباط با خود امام، ارتباط با یاران امام هم به همون میزان محکمه. این آدم یار حضرته. آره، داشتم به اون مثال داره فکر میکردم که تک تک این دارا وصله. حالا اگه همه با هم همراه، هم دل و هم نفس بشیم، میتونیم یه نقش ظهور بزنیم به این دار. تمدن. آره، تمدن نوینی که ببین نکن، عشق من با عشق تو، با عشق همه عزیزان با هم جمع بشه، وقت اثر میذاره. آره. ما اگر اون، ببین المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اولیا یعنی چه؟ گفتم دلبستگی، وابستگی، پیوستگی، همبستگی. وقتی با هم دیگه اتفاق بیفته، اون نقش دولت کریمه ایجاد میشه. خیلی خوب، خیلی خوب. اینو اگه موافق باشید تو برنامه بعد بستش بدیم. خوش. اگر که انشالله قسمت شد و سعادت بود باز خدمتتون بودیم. خوش. عوامل نداریم؟ مخلص شما هستیم، محبت داریم. من یه کلمه بگم، به نظرم خیلی میتونه دقیق باشه این حرف. گفتش که اگر ما حاضر باشیم او غائب نخواهد